در یک چرخش غافلگیر کننده، دونالد ترامپ تنها یک روز پس از آغاز پروژه آزادی دستور توقف موقت آن در تنگه هرمز را صادر کرد. تصمیمی که به گفته او برای پیشبرد مذاکرات با ایران و با هماهنگی پاکستان صورت گرفته. شهباز شریف این اقدام را گامی به سوی صلح و ثبات خواند، در حالی که محمد باقر قالیباف پیشتر آن را تهدیدی برای امنیت کشتیرانی دانسته بود. همزمان پنتاگون میگوید که آتش بس برقرار است، اما هشدار میدهد خطر تشدید تنش‌ها هنوز هم جدی است. سلام، به نبض خبر از آفاق خوش آمدید. برای بحث بیشتر روی این موارد با آقای بلال احمد فاطمی، آگاه روابط بین الملل، از طریق نت وصل هستیم. سلام آقای فاطمی، پروژه آزادی در تنگه هرمز چی بوده و چرا متوقف شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام با شما خانم شکیلا و بیننده های برنامه شما. خب دیروز امی مسائلی که آمد همگی غافلگیرانه بود برای دنیا که چطور ناگهان حمله بالای ایران صورت گرفت و ایران دوباره حمله کرد بالای امریکا و همچنان ادعا شد که حمله صورت گرفته بالای کره جنوبی. خب اینال اینجا من دو موضوع را بر شما در مگذارم و در روشنی از این دو موضوع ما شما ای را تحلیل میکنیم. اولی است که حمله صورت گرفت، آیا این حمله را ایران کرده بود یا نکرده بود. دومی است که این پلانگذاری را چرا کرده بودن و چی بود پلانگذاری. شما دیدین که دیروز پنتاگون یک پرس کانفرانس داشت که دو شخصیت مهم امریکا یعنی وزیر جنگ آقای پیت هگست و همچنان جنرال جنگشان آقای کین اردو در پرس کانفرانس بودن و یک پرس کانفرانس هم خودش تعجب آور بود، از خاطر که پیت هگست که دول جنگ میزد، پیت هگست که نقاره جنگ در دست داشت، طرفدار جنگ بود، در اونجا طوری معلوم شد که ایران داره بالای ما حمله میکنه، اما ما جواب نمیتیم و ما خواهان جنگ نیستیم، ما خواهان یک مذاکره و صحبت هستیم و ایران باید حملات خود بالای کشتی های ما و دیگر بند کنه. یعنی معکوسی صحبت هایی بود که ما شما میشنیدیم که امریکا آمده و حمله میکنه و تنگی هرمز باز میکنه و در پهلویش دیدیم که این عملیات صورت گرفت و تهمت بالای ایران گفته شد. این عملیات خود ایران نکرده بود، حالا معلوم شد که فالس فلگ بوده، یعنی حملات دروغین بوده. خود امریکا یا اسرائیل اینا انجام داده بودن، هم بالای ایران، هم بالای کشتی خودشان، هم بالای امارات متحده عربی و هم بالای کره جنوبی. در مورد امارات متحده عربی بعدا ایران خبرش آمد که اونا گفت که ما حمله نکردیم. برای کتیمه خود خبر وزارت خارجه ایران است که اونا نوشتن که ما دیروز بالای امارات هرگز حمله نکردیم. بنان معلوم میشه که این حملات طوری ترتیب شده بوده که ما با یک جای حمله میکنیم، وقتی که ایران جواب ما را بده ما عکس العمل جدی را نشان خواهیم داد، ما با داخل خواهیم رفت. اما وقتی که از طرف ایران او رقم عکس العملی که اینا توقع داشتن که یک کشتی امریکایی را غرق کنن یا فرضاً حمله نهایی کنن، او را انجام ندادن. بنان اینا یک قدم به عقب رفتن و دیگه ایست که ایران وقتی که کشتی ها را اینا به طرف ایران حرکت دادن، ایران بالای کشتی ها شلیک نکرده بلکه شلیک های هوایی کرده تا کشتی ها را بترسانه و اونا این طرف نبیاین. و در این حال تو کره جنوبی هم وقتی که اینا بالای کشتی کره جنوبی حمله کردن، کره جنوبی را دعوت کردن. شما دیدین توییت از طرف دونالد ترامپ آمد که کره جنوبی حالا بالای تو حمله صورت گرفت، بیا باید در جنگ داخل شوی. یعنی معلوم طور میشد که اینا میخواستن که ایران تور بتن، او را مشتعل بسازن و او یک خطای کنه و اینا او خطا را بهانه بگیرن که این آتش بس ایران شکستانده، بنان ما بالای ایران حمله میکنیم. اما طوری که من دیروز در تمام برنامه های خود که در چینل های مختلف بیشتر از 11 چینل من برنامه داشتم دیروز، من در تمام چینل ها یک تحلیل من بود که با دیگرها تفاوت داشت و من یک گپ زدم که دیگرها را متحیر کرده بود که من گفتم آتش بس هنوز برقرار است، آتش بس نشکسته و هنوز معلوم نیست که جریان چی است. آلی ما شما میبینیم که همون صحبت ما دقیق بوده، چرا که خود پنتاگون میگه که آتش بس پابرجاست.
آتش بس نشکسته، جنگ صورت نگرفته و او چیزی که بوده او فالس فلگ کدام چیزی صورت گرفته تا ایران مشتعل بسازن. ایران مشتعل نشده، این عمله نکرده، اینا به اهداف خود نرسیدن. کره جنوبی را که دعوت کردن که در جنگ دخیل شوند، کره جنوبی حکم تحقیق کشتی را داده و کشتی که در داده شده او کشتی بوده که کشتی کره جنوبی در داخل تنگه هرمز بوده، آری از اوی که او لنگر انداز بوده. این حال کره جنوبی میگه که یکی کشتی ما در حرکت نبود، دوم او پترول نداشت، سوم که بالای از او حمله از طرف ایران صورت نگرفته باید تحقیق صورت. این حال کلگی سناریو نشان میده که دو گپ به کلی متفاوت در اینجا وجود داره. یکی ای که الا امریکا حمله کرد و جنگ شده، خود امریکا میگه که نه آتش بس نشکسته. دوم عملیاتی که صورت گرفته عملیات فالس فلگ بوده، خودشان کردن نشان طوری دادن که ایران کرده. یعنی از یک طرف میخواستن مشتعل کنن تا ایران متهم بسازن که او نشد، کره جنوبی ایران متهم نکرد، خود ایران هم گفت که ما بالای امارات متحده عربی حمله نکردیم. از این بابت حالا که شما میبینین که صحبت ها از دوباره از مذاکرات است و چیزی است که ما بار بار گفتیم که امریکا توانایی او اسلحه و چیزا را نداره. با دونالد ترامپ دروغ گفته شده که ایران ذخایر اسلحه‌اش از بین رفته، مراکز اتمیش از بین رفته. من متوجه شدم که ایران اسلحه داره میزنه، بر ما گفته شد که نداره، ای داره. اینا پس دوباره خود نرم کردن، گفتن نه ما باید بالای میز مذاکره برگردیم و صحبت میکنیم. و شما دیدین که عباس عراقچی با چین سفر کرد، روابط در بین کشورها تماس های جدی دفعتن گرفته شد. دونالد ترامپ توقع داشت که در این بازی که فالس فلگ به اشاره اسرائیل شروع کرده بود ممکن که اروپایی ها داخل شوند، اروپایی ها داخل نشد. به جز از روته که دروغ گفت که اروپا حاضر است با امریکا داخل، که روته چی کار است که این گپ میزنه؟ روته کدام حیثیتی نداره، صلاحیت در دست کشورهای ناتو است و کشورهای ناتو با امریکا به جنگ نمیرن. بنان الحمدلله او صحبت های ما که دیروز کرده بودیم نسبت به دیگر تفاوت داشت. امروز آیسته آیسته او به حقیقت میپیونده و ثابت میشه که وقتی که شما استدلال به اساس به یک دلیل و منطق میکنین اونمو ثابت میشه. اما خبرهای دروغ و فالس فلگ جای خود نداره و دیدین که کل دنیا به این فهمید که این مسئله دروغین بوده. آقای فاطمی، چرا دونالد ترامپ فقط یک روز بعد دستور توقف عملیات را داد؟ هدفش چی بود؟ خب من براتون جواب پرسش اولتان گفتم که ممکن اونا میخواستن یک تست کنن و دیگه در این حال میخواستن عکس العمل کشورها را ببینن که ایران عکس العمل نشان میته نمیته. دومی کشورهایی که اینا دعوت میکنن داخل میشن نمیشن، دیدن که کشورها جواب مثبت نداد. ایران عکس العملی که اینا توقع داشتن که یکی از کشتی های امریکا را اگر غرق کنه، امریکا بهانه بگیره که کشتی مرزه غرق کرده و به تهاجم شروع کنه، او کار صورت نگرفت. در آخر روز ایران اعلان کرد که ما نه بالای امارات حمله کردیم و نه بالای کشتی کره جنوبی. بنان مثل که در دور گذشته اینا کوشش کردن که از طرف ایران به عربستان سعودی حمله کردن، بالای کویت حمله کردن، بالای مرکز نظامی انگلستان در قبرس حمله کردن تا اونا را دخیل کنن. اونا دخیل نشدن. از این بابت این پلان از اینا ناکام شد و مجبور شدن که چرا پنتاگون هم دیروز زمین صحبت های خود چیز برتان کوت میکنم. جنرال کین میگه ما با ایران جنگ نمیخواهیم، با وجود بندش هرمز جنگ بندی برقرار است. این دیروز در پرس کانفرانس خود گفت. و در این حال اگر شما یک چیز دیگر ملاد تاریخی ببینین، در جنگ دوم جهانی امریکا که در جنگ نبود و وقتی که میخواست که در جنگ داخل شد بر علیه جرمنی، یکی از کشتیهای خودش زد غرق کرد، دور بهانه گرفت آمد وارد جنگ شد. این چیز دوباره میخواست که تکرار کنه اینجا، یعنی همون سیناریوی جنگ دوم جهانی را در اون ناکام شد. از این بابت یک قدم به عقب گرفت. آقای فاطمی، اگر برای ما بگوین که نقش عربستان و پاکستان در توقف این پروژه چی بود؟ در این فکر نکنم اینا کدام نقش داشتن. دیروز اینا نقش نداشتن. خود ایران نقش بازی کرده، ترکیه تماس گرفته، چین تماس گرفته، پاکستان و عربستان سعودی هم نظر بودن در این مورد.
و اونا میگفتن که باید مذاکرات صورت بگیره، از جنگ باید جلوگیری چیز شود. اما کردیت کلگی رو به این دو کشور دادن نمیتونیم، چرا کشورهای دیگر هم دخیل بوده و تپ و تلاش های زیاد صورت گرفته. آقای فاطمی، آیا این توقف نشانه یک توافق جدید با ایران است یا بعد از فاصله بحران شدیدتری آغاز خواهد شد؟ خب او را پیش بینی کردن مشکل است، چرا که خود آقای ترامپ unpredictable است، قابل تصور نیست. شما نمیتونن که بگن که دونالد ترامپ یک ساعت بعد چی میکنه. از این بابت این گفتن مشکل است که ما بگم که چی میکنن. خب یک چیز را به یقین گفته میتونیم، و ایست که اسرائیل آرام نمیشینه. اسرائیل جنگ میخواه، به هر قیمت جنگ میخواه. وقتی که اسرائیل جنگ میخواه، امریکا را به جنگ دخیل میکنه. امی بازی فالس فلگ هم که شده به اشاره اسرائیل شده و اسرائیل ای را کردن تا جنگ در بگیره. اما ایران باید متوجه باشین که امریکا اسلحه کافی نداره. در مذاکرات فایده کلگی است تا جلوگیری از جنگ صورت بگیره و حمله صورت نگیره، چرا که ایران دیروز اعلان کرد، واضح گفت اگه جنگ میخواین به جنگ آماده هستیم، اگه مذاکره میخواین به مذاکره آماده هستیم. ما مسویدی خود بر شما دادیم، 14 نکات خود دادیم. بزرگترین نقطه را که امریکا میخواست که ایران غنای یورانیم رو متوقف کنه، و ایران در طول امی 2 سال امی گپ میزد که ما غنای یورانیم رو متوقف نمی کنم. در این 14 نکات اون نقطه را داده که ما تا 10 سال یا 12 سال یا هر چی که ما شما موافق شدیم، توافق ما صورت گرفت، ما غنای یورانیم رو متوقف میکنم. دیگه فکر میکنم امریکا بیشتر از این چی میخواد. آقای فاطمی، واکنش ایران به این تحول چی بوده تا حالا؟ خب کدام تأثیری بالا ایران نمیکنه، چرا ایران هر دو سناریو را گفته بود که اگر جنگ میشه جوابش میتیم، اگر خاموش مذاکره میکنه آماده هستیم. اما در این حال آمادی دفاع همچنان هستند. و ممکن یک چیزی که پیشتر شما پرسیدین که چی چیز باعث شده که امریکا عقب رفته باشه، او بعضی نکات است که ما با شما شریک باشم. مثلا روسیه گفته دیروز گفت که اگر حمله صورت گرفت 30,000 قوای روسیه در خط اول در بندر هرمز چیز خواهد شد، استیشن خواهد شد و اونجا به حساب پارک خواهد کردن. چین اعلان کرد که در خط اول قرار خواهد گرفتن. کره شمالی گفت که 30,000 عسکر از اینا با میزایل و راکت های از اینا در تهران خواهد بود تا از سرحدات ایران در تنگه هرمز. فکر میکنم این مسائل است که حتما تاثیرگذار است. اونا که میبینن که در مقابلشان قوا در تنگه هرمز میایه و تنگه هرمز باز کردن، که وقتی ایران از ایران نتانستن، وقتی که روسیه و اینا بیا خب باز با کلی برشان مشکل میشه. شاید امی علت باشه که خود استابلیشمنت به دونالد ترامپ گفته باشه که یک قدم به عقب برو. سپاسگزار هستیم آقای فاطمی از حضور شما در برنامه. جان سپاس که دعوت کردین. این بود بحث امروز که تقدیم شما گردید. تشکر از توجهتان. وقت بر شما خوش.